السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان گرامی. بگذار که در همین خاندان فقط توی باشد و خورسندی باشد. واقعا شیشتنی دارد سری دسترخوان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک بردن نان تاجیکی. امروز که دو عائله بزرگ، دو سلاله بزرگ فرزندان خود را خاندار میکنند، یعنی گل عروسک کیدی شده به خانه شاه داماد می رود، تمنا میکنیم که کدومش نیک باشد. Şarkıyla boşanım